بعد قریب 2 هفته افت پای همین قرب روبل روسی در مقابل سومونی 2 روز باز رو به بالا آورده است. بانک ملی تاجیکستان روز 2 مارس قرب رسمی 1000 روبل روسی را باز 9 سومونی و 50 درم دیگر بالا برده از 99 از 5 سومونی یک روز قبل به 109 سومونی رساند. در بیرژه نیز بنا به تازه ترین خبرها نیمه دوم روز 2 مارس ارزش 1000 روبل به 11 سومونی و 66 درم رسید. بانک اسقاط الکی به مشتریانش با قیمت 107 سومونی و 50 درم خریدن روبل هایشان را پیشنهاد میکند و 1000 روبل را 111 سومونی میفروشد. ولی اوریون بانک که 1000 روبل را همان با نرخ پست 100 سومونی میخرد، نرخ فروش 1000 روبل را الکی به 128 سومونی مقرر کرده است. روز 10 مارس روبل موقعش نسبت به دلار نیز یک کمی برقرار کرد. حالا یک دلار به 116 روبل و 72 کپیک برابر شده است. یادآور میشویم روز 7 مارس قرب دلار بار اول در تاریخ به 155 روبل رسیده بود. به این حال بعد به 13 سومونی رساندن قرب رسمی دلار در تاجیکستان قیمت محصولات یک باره رو به بالا آورد. به گفته ساکنان روز 9 مارس بسیاری ارد فروشان نرخ یک خلطه ارد 50 کیلویی را تا به 320 330 سومونی رساندند. ولی در پی دخالت و فشار مقامات تنها دکانهایی که به فروش ارد ادامه داده ایستادند که راضی شدند تا نرخ ارد محصولات اساسی خوراکی اکثر اهالی تاجیکستان را از 290 سومونی بلندتر نبرند. یکی از خوانندگان بامداد از باختر خبر داد که روز 9 مارس نرخ ارد هم در بازار فراوان و هم در حاجی شریف تا به 330 سومونی خست. ولی بعد طلب تاجیکستان که نرخ را از 290 سومونی بالاتر نبرند، حالا تنها یک انبار ارد در روی طرف نویه بلخی با این نرخ ارد فروخته ایستاده است و دیگر دکانها و انبارهای ارد فروشی تا روشن‌تر شدن وضعیت در روی خود را بستند. این ساکن باختر گفت تا عوض شدن قرب دلار نرخ یک خلطه ارد از همه پرخریدار فطیر در جنوب تاجیکستان همگی 260 سومونی بود. بنا به خبرها نرخ بنزین نیز در 2 روز اخیر به شدت بالا رفته است. برای مثال در وادی وحش نرخ گاز از 6 سومونی و 40 درم به 6 سومونی و 9 درم، بنزین از 10 سومونی و 20 درم به 10 سومونی و 80 درم و سلر که یک باره از 1 سومونی و 70 درم گرانتر شد، از 10 سومونی و 40 درم تا به 12 سومونی و 10 درم رسیده است. اما در دوشنبه بنا به اطلاع ژورنالیست عبدالعزیز واسه در بین همگی یک روز ارزش بنزین نو ای 92 از 10 سومونی و 70 درم به 11 سومونی و 70 درم تکه خورد. نرخ دیزل در دوشنبه الکی 12 سومونی و 20 درم و بنزین 95 باشد به 12 سومونی و 30 درم رسیده است. ساکنان میگویند برابر با ارد و بنزین و سلیار که نرخ انواع دیگر محصولات نیز در تاجیکستان رو به بالا روی آورده است.